میخوام یه داستان واقعی از زندگی خودم براتون تعریف کنم. داستان از وقتی شروع شد که تازه وارد دوران جوانی شده بودم. همون وقتی که آدم شروع میکنه به فکر آینده و زندگی مشترک بودن. خب مادرم که همیشه نگران زندگی و آینده من بود، از همون اول به من میگفت پسرم دنبال یه دختر با ایمان و با حجاب باش. یکی که تا آخر عمر یار و یاورت باشه. مامانم چه همسایه چه فامیل هر دختری که میشناخت و برام پیشنهاد میداد. همشون هم از همونایی بودن که مادرم میخواست. مومن، با حجاب، اهل زندگی. ولی من راستشو بخواید من دنبال یه چیز دیگه بودم. من فقط به زیبایی فکر میکردم. به اینکه زنی که میخوام باهاش زندگی کنم خوشگل باشه. خب اون موقع فکر میکردم که زیبایی تنها چیزی بود که برام مهمه. مدتی گذشت و از این پیشنهادهای مامانم خبری نشد. تا اینکه یه روز اتفاقی یه دختری رو تو خیابون دیدم. وای که چه دختری! دقیقاً همونی که همیشه دنبالش بودم. زیباییش رو همون نگاه اول چشامو گرفت. اصلاً نمیدونستم کیه یا چی کار است. ولی تصمیم گرفتم هر جوری شده پیداش کنم. تعقیبش کردم. خونش رو پیدا کردم و خلاصه دست به هر کاری زدم که بهش برسم. بعد از مدتی آشنا شدیم و زیر یه سقف رفتیم. تو فکر خودم بودم که دیگه این همونیه که میخواستم. زیبا، جذاب و همون چیزی که دلم میخواست. ولی خب حقیقت این بود که همسرم نه با حجاب بود و نه با ایمان. برخلاف اون چیزی که مادرم همیشه میگفت. ولی من اصلاً برام مهم نبود. عاشقش بودم. هر کاری میکردم که خوشحال باشه. هر چی گفت قبول کردم. گفت باید خونمون تو محله های بالا شهر باشه. گفتم چشم. هر چی تو بخوای. کار و زحمت کشیدم و بالاخره یه خونه تو همون محله ها براش جور کردم. بعد گفت که میخواد درس بخونه. باز هم گفتم باشه، هیچ مشکلی نیست. حتی موتورمو فروختم. براش ماشین خریدم که راحت باشه و هر جوری که دلش میخواد زندگی کنه. اما روزا یکی یکی گذشتن و هر روز حس میکردم که همه چی داره تغییر میکنه. اون دیگه همون دختر اولش نبود. هر روز بهونه‌گیرتر میشد. مدام سر هر چیز کوچیکی دعوا رو مینداخت. از همه بدتر سرش تو گوشیش بود. انگار من دیگه براش مهم نبودم. همه حواسش رفته بود توی اون گوشی. من فقط توی خونه مینشستم و منتظر بودم دوباره مثل روزای اول بشه. دوباره همون همسر عاشق و مهربونم. ولی هر روز دورتر میشد. یه شب که حال و هوام خیلی گرفته بود، اومد نشست روبروم و حرفی زد که دلمو تکون داد. با یه لحن سرد گفت میخوام از هم جدا بشیم. بهتره طلاق توافقی بگیریم. شوکه شده بودم. نمیدونستم چی بگم. همینجوری داشتم بهش نگاه میکردم. ازش پرسیدم چرا؟ چی شده؟ اول گفت به درد هم نمیخوریم. ولی بعد معلوم شد که موضوع اصلا چیز دیگه ای بود. عشقش به یه همکلاسیش باعث شده بود این حرفو بزنه. اون لحظه دلم شکست. من کسی بودم که همه زندگیمو براش گذاشته بودم. ولی حالا اون عاشق یکی دیگه شده بود. بهم گفت که من براش خیلی بیسواد و ساده‌ام. حتی از هیکلم ایراد میگرفت که چرا لاغرم. هرچی از دهنش در اومد گفت. ولی من با اینکه غرور مردونمو له کرده بود التماسش کردم که جدا نشیم. گفتم به خاطر بچه‌مون، به خاطر من، بیا یه بار دیگه امتحان کنیم. ولی اون ناراحت شد، عصبانی شد و آخر سیلیشو به گوشم زد و بعد از خونه رفت بیرون. اون لحظه حس کردم تمام دنیا رو سرم خراب شده. عشق من، زنی که فکر میکردم زندگی منو میسازه، به راحتی رفت و همه چی رو تموم کرد. دیگه میدونستم که برگشتی در کار نیست. حالا که اینو دارم تعریف میکنم خوب میفهمم مادرم چی میگفت. اون همیشه میگفت یار زیبا فقط برای یه مدت کنارت میمونه، ولی یار یاور تا آخر عمر پشتیبانته. و من حالا تازه میفهمم که حق با مادرم بود. همسرم فقط یار زیبای من بود. برای یه مدت کوتاه زیبایی چشممو گرفت، ولی هیچ وقت اون یاوری که مادرم میگفت نبود. و حالا میخواد یار یکی دیگه بشه. پایان ماجرا چیه؟ خب دوستان عزیز، اینجا بود که داستان من به یه نتیجه رسید. فهمیدم که یار واقعی کسی نیست که فقط زیبا باشه، بلکه کسیه که کنارت بمونه، یاورت باشه و تو هر شرایطی همراهت بمونه. زیبایی یه روزی تموم میشه،
ولی یه دل پاک و یه همراه واقعی تا آخر عمر میمونه. مرسی که تا اینجا با من بودی. اگه از داستان خوشت اومد یه لایک خوشگل بزن و حتما کانالمو سابسکرایب کن. یادت نره زنگوله رو هم بزن که هیچ کدوم از ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. منتظر نظراتت هستم. تا ویدیوی بعدی مراقب خودت باش و خدا نگهدار.